سلام دوستان، رضایی هستم، کارگزار املاک از مشهد. الان تو راه برگشت وکیل آبادیم. برای سرمایه گذاری گفتم خیلی اینجا خوبه، مخصوصا رفتش. حالا برگشتش قیمت مناسب تره و برگشتم بد نیست. بریم تا این منطقه هم ببینیم. الان ما سمت حافظ و اینا هستیم. نبش من اجازه بدید این ملک رو اول نشونتون بدم. اینا به من سپردن. چی موتوری قشنگی. جالب بودن. ببینین یکی از این ملکایی که دست من سپردن، این ملکه، این 600 متره با 28 متر حاشیه. خیلی ملک خوبیه، پروانه هم داره، قیمتش هم خیلی عالیه. فکر میکنم حدود قبلا گفته بود 85، شاید الان یه خورده گرونتر شده باشه به خاطر دلار. دو نبش هم هست. البته من الان پشت نردهام یادم نبود، یا نه از اون لاین رفته بودم. لاین کندرو هم داره. ماشینم اومد جلوش. یکی این ملکه، یکی 1000 متر جلوتر دارم دستمه که اونم قیمتش خوبه. متری 100 تومن گفته بود. برای واقعا سرمایه گذاری فوق العاده است. قیمتش هم خیلی خوبه. اونم دو نبشه، سر کوچه است. حالا اگر نه، مثل این که رد شدیم ازش. بله اونو رد شدیم متاسفانه. همون نزدیکای حافظ میشه. بعد یه ملک دیگه هم هست، البته اون 200 متری دو ممر هم هست بین حاشیه وکیل آباد و اون طرف هم میشه سامانیه قبل از هاشمیه. یک 60 متر پایین داره و 2 واحد 60 متری طبقه دوم داره. یک واحد 125 متری طبقه اول داره و 17 متر تجاری دائم. قیمتش فوق العاده است. 29 میلیون. ببخشید 29 میلیارد. قیمتش هم اونم خیلی خوبه. اینم که 7 تیرو. اینم حاشیه هاش. اگر خواستید حاشیه وکیل آباد حتما تماس بگیرید. حالا تو هنرستان اونجا هم ملکای خوبی هست، برای سرمایه گذاری فوق العاده است. تو هاشمیه همینطور ملکای بزرگ زیاد داریم. تو هاشمیه قیمت هم خداییش بد نیست نسبت به قیمت بعضی که نجومی میگن. اینجا برای سرمایه گذاری خوبه. وقتتون رو گرفتم عزیزان، ممنونم. خدا نگهدارتون.